23 سالگی من با خانومم آشنا شدم، اولین بارم عاشق شدم و الانم با هم دیگه هستیم. صمیمی‌ترین رفیق تو تیم ملی. صمیمی‌ترین من با همه‌شون اصولا خوبم، خدایی من با همه‌شون خوبم، ولی خب رابطه نزدیکی با سعید عزت اللهی و علی بیرانوند و مهدی و علی جان دیگه همه رو بگم. حقیقتا واقعا نمیدونم صمیمی‌ترین رفیقم کیه، چون ما همش کنار همیم. یه نشونه از دختر کوچولوتون. همیشه میگن چرا عکساشو میذاری صورتشو میپوشونی. خیلی کامنت اینجوری داشتیم. به خاطر اینکه خودم و خانومم دوست نداریم که بذاریم توی سوشال مدیا، شاید در آینده خودش دوست نداشته باشه. سعید دوست دختر داره. کدوم سعید؟ من نمیدونم کدوم سعید رو دارین میگین. شادمهر گوش میدی؟ هیچ موقع افتخاری نداشتم که شادمهر واقعا گوش کنم. شاید یکی دو تا آهنگاشو شنیدم ولی هیچ موقع این افتخار نکردم. گیم مورد علاقه چیه؟ پابجی بازی می‌کنی؟ من گیم مورد علاقه‌ام واقعا پابجیه اگه به گوشی باشه، ولی اگه رو در رو باشه تخته. الگوت تو فوتبال کیه؟ من زمانی که تیم ملی نوجوانان بودم عاشق کریم اسدی‌فر بودم. همیشه دوست داشتم که مثل آقا کریم باشم و چون بازیشو دیده بودم و اینا، خب خیلی من بازیشو دوست داشتم. موقعی که تو سایپا هم بود واقعا خوبم کار می‌کرد.